خب سلام رفقا، امروز هم اومدیم یک رودخونه تقریبا سایزش چنده این پاد؟ تکما بزرگ نیست برای این الان تنگه، اگه بزرگی عوض نه عوض نمیشه، اینا نوعی دادش بابا عوض کن. نه خبری از عوض شدن نیست. خلاصه که اومدیم اینجا ببینیم که داستان چی میشه. هوا هم سرده تقریبا. چا دشت اول ببین چی شد، یه غزل خوشگل با لانسه رینبو سایز 3. بچه ها هم هنوز درگیرن تا ببینم میتونم بعدی رو در بیارن یا نه. داریم میریم لوکیشن راحتی. سگ خوشگل هم که با همون داره میاد. این هم آب رودخونه. خب رفقا اومدیم توی قسمت پر آب و ولی چون شدت خیلی زیاده من میخوام لانسه رو عوض کنم و انتظاری کار کنم. خب یه نکته آموزشی بهتون بگم دوستان، ببینین زمانی که آب میاد و میریزه توی این چاله های پر اکسیژن، مخصوصا اونجا که سنگه و باعث شده که آب اونجا شدت نداشته باشه و یه چاله‌ای درست کنه که اکسیژن آب زیاده و مایع قزلالا میتونه بره اونجا اختفا کنه و هر مواد غذایی، هر طعمه‌ای، هر چیزی که رودخونه با خودش میاره و میافته توی اون چاله رو به راحتی بخوره و میتونه اون چاله رو قلمرو خودش انتخاب کنه. و همینطور آبی که میاد اینجا آروم میشه و این کنار یه مقدار جریان آرومتره، میتونین این کنارا لانسه بکشین، این کنارا مخصوصا دوستان. ولی اینجا چون چال زیاد داره من الان میخوام ریسه رو انتظاری کنم و توی چاله ها بندازم تا ببینم چی میشه. الان بهتون ریسه رو نشون میدم. خب ریسه من اینجا یه مهره زدم و یه سرب گندمی که در حرکت. اینجا هم یه دونه دوراهی زدم که بتونم وقتی میخوام ریسه رو عوض کنم لانسه بکشم میتونم عوضش کنم انتظاری بذارم با این روش. و میاد پایین تر تومه هم دل زدم به قلاب پای بلند و اون چیزی نارنجی هم که اونجا الان بهتون نشون میدم چیه. خب اون چیز نارنجی هم که بالا زده بودم از این توپی های شرکت داینامیت و با طعم سیر و سالمون. اینا تو آب حل نمیشه، حل میشه ولی به مرور حل میشه، یکم طول میکشه تا قلابتون کنده بشه و بوی گندی هم داره دوستان. برو بکس این لوکیشن قبلی خبری نبود، اومدیم یه لوکیشن دیگه، شاید اینجا شانسمون بهتر بشه. ببینیم چی میشه. بچه ها موفق شدن بالاخره دل خوب بزنن مثل که عکس بگیر از من. ماشاءالله. و دومی هم حسن آقا سید کرد. درود بر تو. پره اینجا پره. ماشاءالله.